سلام عرض ادب خدمت مشتری عزیز. تعمیر پمپ هیدرولیک رو داریم. دوستان دقت کنید ببینید، حالا شاید معلوم نباشه ولی زدن خار مخزن رو شکوندن، بعد مخزن کلا روغنریزی داره. دوستان دقت کنید، شلنگ خشکه، ببینید کلا عبستش رها شده، کاملا روغن ریخته روی دینامو بگیر نگاه کنید، کلا آغشته به روغنه. وقتی دیر رسیدگی میشه این وضعیت. دوستان در خدمتتون هستم. یه اورینگ رو بگیر جلو، ببین با یه اورینگ مشکلش حل میشه، اما متاسفانه هم بد جمع کردن، هم ببین مخزن رو زدن شکوندن. دقت کنید اینجا رو، مخزن شکسته، با 2 تا اورینگ حل میشه دوستان.